سلام به همگی، به اپیزود سوم از رمان دختر پرتغالی خیلی خوش اومدین. اگه به شنیدن این داستان علاقه‌مندین، این پست رو لایک کنید، کامنت بذارید و کانال رو سابسکرایب کنید. خیلی معطلتون نمی‌کنم، بریم که بقیه داستان رو بشنویم. این که گفته بود نمیدونه در حال حاضر کشور در چه شرایط سیاسی قرار داره، برام ملموس‌تر بود. اگه اشاره‌ای به دبیرکل سازمان ملل کرده، میتونم دلیلش رو حدس بزنم. چون من روز 24 اکتبر به دنیا آمدم و اون روز توی تقویم به نام روز سازمان ملل ثبت شده. همینطور که وقایع سیاسی سالهای مورد نظرم رو توی ذهنم مرور می‌کردم، مادرم چند ضربه به در اتاق زد و گفت: چه خبر؟ در چه حالی؟ گفتم مامان، لطفاً کاری به من نداشته باشین. هنوز چند صفحه اول هستم. با خودم گفتم: پدر، زود باش. به سیاست کاری نداشته باش. داستان دختر پرتغالی رو برام تعریف کن. و شروع به خوندن ادامه ماجرا کردم. قصه دختر پرتغالی از روزی شروع شد که من جلوی بنیاد ملی تئاتر منتظر بودم تا قطار برسه. فکر کنم اواخر پاییز بود و آخرین سالهای دهه 70 میلادی رو طی کردیم. خوب یادم هست که اون لحظات داشتم به چه چیزی فکر می‌کردم. تازه وارد دانشکده پزشکی شده بودم و همه فکر و ذهنم حول و حوش این موضوع میچرخید که بالاخره به آرزوم رسیدم و از اینکه قرار بود روزی پزشک بشم بی نهایت خوشحال بودم. از طرف دیگه حس غریبی هم داشتم. برام جالب بود که قرار بیمارانی به من مراجعه کنن و از مشکلات جسمیشون بگن و از من بخوان کمکشون کنم تا مشکلشون حل بشه. میتونستم روپوش سفید پزشکی بپوشم و در مطبم پشت میزم بشینم و مثلا به فلان مراجعه کنندم بگم: خانم یوهانسن، من آزمایش‌های شما رو دیدم. باید بگم که جواب آزمایشتون کمی مشکل داره و براتون آزمایش‌های تکمیلی می‌نویسم تا اونا رو هم انجام بدین و برای من بیارین. در همین لحظه تراموا به ایستگاه نزدیک شد. از جلوی ساختمون مجلس گذشت و بعد به جایی که من و دیگر مسافران ایستاده بودیم رسید. هنوزم به خاطر ندارم که اون روز کجا میخواستم برم و این خیلی عصبی میکنه. به هر حال وارد واگن خلوت و آبی رنگ شدم. همینطور که وسط واگن ایستاده بودم، چشمم به دختری خورد که به فاصله چند نفر اون طرفتر با پاکتی بزرگ توی دستش ایستاده بود. کت پشمی نارنجی پوشیده بود و طوری پاکت رو زیر بغلش نگه داشته بود که به نظر می اومد سنگینی پاکت آزارش میده و هر لحظه ممکنه محتویاتش روی زمین بریزه. بعد که کمی به خودم اومدم، متوجه شدم بیشتر از اینکه حواسم به پاکت توی دست دختر جوان باشه، مجذوب خودش و حرکاتش شدم. حس می کردم چیزی در اون وجود داره که منو به سوی خودش جذب میکنه. کمی که گذشت، احساس کردم اون هم متوجه من شده و از بین اون همه آدم توی قطار فقط به من نگاه میکنه. حس میکردم در همون لحظه اول اتفاق جالب و شگفتی بین ما دو نفر پیش اومد. گویا چیزی ما رو به هم پیوند داده بود. این که کدوم اول دیگری رو انتخاب کرده بود خیلی مشخص نبود، بلکه حس مشترکمون نسبت به هم در اون لحظه مهم بود. اون روزها خیلی خجالتی بودم و به راحتی نمیتونستم حرف بزنم. اما در همون چند دقیقه احساس کردم نمیتونم این دختر رو تا آخر عمرم فراموش کنم. هیچ چیز از اون نمیدونستم، حتی نامش رو هم نمیدونستم. اما چنان فریفتش شده بودم که فکر میکردم سالهاست اونو میشناسم. کمی از من کوتاه‌تر بود. چشمان قهوه‌ای و موهای مشکیش به اون جذابیت خاصی داده بود. شاید تقریباً همسن خودم بود. سرش رو که بالا آورد به من نگاه کرد و لبخند دلنشینی زد. گویا با این کارش از من درخواست میکرد کنارش برم. نگاهش اونقدر برام آشنا بود که لحظه‌ای فکر کردم شاید در جهانی دیگر او رو میشناختم و اون تنها گم کرده منه. گویا با نگاهش میخواست چیزی بگه و فقط من قادر به فهمیدنش بودم. وقتی میخندید دو طرف گونش چال میافتاد و اونو زیباتر میکرد. البته فقط به این دلیل نبود که منو یاد سنجاب کوچک روی درخت مینداخت. اون اونقدر زیبا بود که فکر کردم اگه در زندگی دیگری در کنار هم بودیم، حتما دو سنجاب بودیم که روی درخت قدیمی زندگی میکردیم. از تصور اینکه من و اون دو سنجاب بودیم و از شاخه‌ای به شاخه دیگر میپریدیم و زندگی در کنارش چقدر دلپذیر بوده، غرق لذت و لبخندی روی لبم نشست. اما همچنان
متوجه نمی شدم که چرا اینطوری به من می خنده و لبخندش تا این اندازه دلبرانه و جذابه. یه لحظه به ذهنم خطور کرد که شاید ایرادی در لباسم یا رفتارم دارم و خنده‌دار به نظر میام. کمی خودم رو جمع و جور کردم ولی چیزی که باعث خنده دیگران شد توی خودم ندیدم. صورتم هم کاملا معمولی به نظر می رسید. اگه قرار باشه کسی خنده‌دار باشه قطعا اون دختر بود با اون پاکت بزرگ زیر بغلش. اصلا شاید هم دقیقاً داشت به خودش می خندید. بعضی آدما چنین خصلتی دارن. گرچه شاید انگشت شمار باشن. نمیتونستم دوباره نگاش کنم. پاکت پرتقال توی دستش رو نگاه کردم. عنقریب بود پاکت از دستش بیفته و همه پرتقال‌هاش روی زمین قل بخوره. شاید حداقل 5 کیلو پرتقال توی پاکت بود. شاید هم بیشتر، مثلا 8 تا 10 کیلو. قطار به طرف خیابان درامن میرفت. میخوام این صحنه رو جلوی چشمت تصور کنی. واگن‌های قطار روی ریل به چپ و راست میروند و بعد در محدوده سفارت آمریکا یه توقف کوتاه میکنن. از اونجا به طرف میدان سولی میره و وقتی نزدیک خیابون فرانر میشه واگن تکون شدیدی میخوره. من مطمئن بودم که چند متر جلوتر پیچ بزرگی وجود داره. برای همین با خودم گفتم که هر آن ممکنه پاکت پرتقال از دست دختر رها بشه و همه اونا کف واگن بریزن و تصمیم گرفتم قبل از اینکه فاجعه ای رخ بده پرتقال‌ها و صاحبش را از حادثه‌ای که در انتظارشونه نجات بدم. همین حالا باید این کارو بکنم. شایدم تصور من از اون چه که قرار بود رخ بده اشتباه بود. با این حال با 2 قدم بلند خودم رو به دختر رسوندم و در همون حال سعی کردم با یه دستم زیر پاکت پرتقال‌ها رو بگیرم و دست دیگرم رو دور کمرش انداختم تا بتونم هر دو رو نگه دارم. ولی از اونجا که بخت هم با من یار نبود، این حرکت اوضاع رو بدتر کرد و دختر هل شده بود پاکت پرتقال رو رها کرد. البته شایدم هجوم من به طرفش و ضربه دستم باعث شد که این اتفاق بیفته. به هر حال همه پرتقال ها روی زمین ریخت و زیر پای همه مسافران پر از پرتقال شد. در تمام سالهای زندگیم کارهای احمقانه زیادی کردم. اما این یکی از همشون بدتر بود. به خاطر ندارم هیچ زمانی تا این حد آزرده و خجالت زده شده باشم. چند دقیقه پرتقال ها رو همونطور کف واگن ها رها کنیم تا من از حال و روز خودم و اون دختر برات بگم. چون با این کاری که من کردم دیگه ماجرای پرتقال ها کمرنگ شده بودن. دخترک کمی عصبی و دلخور به سمت من برگشت و بدون اینکه حرفی به من بزنه به من نگاه کرد. میتونستم توی نگاهش حس خشم و نفرت رو ببینم. چون منو مقصر همه اتفاقات پیش آمده میدونست. حس کردم که ارزش هر دونه از اون پرتقال ها براش فراتر از یه میوه معمولی بود. انگار از هر کدوم از اونها فقط 1 عدد در جهان آفریده شده باشه. با نگاهی که به او کردم مطمئن شدم زندگی او همچنین آینده خودم رو ویرون کردم. دلم میخواست اون لحظه کسی اونجا بود و منو از اون وضعیت نجات میداد. شاید تو میتونستی اون لحظه اونجا باشی و با گفتن یه جمله ساده که فضا رو تغییر بده شرایط بغرنج منو بهتر بکنی. اما چنین چیزی محال بود. ملتمسانه نگاش کردم و کف واگن نشستم و از لابلای پاهای آدم‌هایی که اونجا ایستاده بودن شروع به جمع کردن پرتقال‌ها کردم. ولی فقط تونستم تعداد محدودی از اونها رو پیدا کنم. در ضمن پاکت پرتقال‌هایی که در دست دختر مونده بود کاملا پاره شده بود و دیگه قابل استفاده نبود. در همین لحظه به فکرم رسید که چقدر عاشق شدنم در یک لحظه و کمک کردنم به اون دختر در این شرایط مسخره و بی‌معنی به نظر میرسه. مسافران رو میدیدم که منو به هم دیگه نشون میدن و میخندن. میتونستم تصور کنم که همه اونا کمک من به اون دختر رو در اون لحظه بیهوده میدونستن و به نظرشون این کار من بیشتر باعث دردسر شد. البته همه اونا حق داشتن. چون اون دختر هم منو مقصر میدونست و از دست من عصبانی بود نه دیگران. توی اون واگن که حالا شلوغ و پر از مسافر شده بود
امداد رسانی ناگهانی من فقط شرایط رو سخت‌تر و پیچیده‌تر کرده بود. بدترین لحظه‌ای که از اون ماجرا در ذهنم مونده و شاید آخرین تصویر اون هم باشه، این بود که از روی زمین بلند شدم و در حالی که چند پرتقال داخل جیبم بود و چندتایی هم در دستم، نگاهم به اون دختر افتاد که با چشمانی خشمگین و صدایی بلند گفت ابله نادان. مطمئن بودم که دلش میخواست حرفایی بدتر از اون 2 کلمه به من بزنه و سرزنشم کنه. اما ناگهان مجدد لبخندی زد و با لحنی از سر دلجویی و کمی شوخ گفت میشه حالا من 2 تا از پرتقال‌های شما رو بردارم؟ من ملتمسانه فقط گفتم خیلی عذر میخوام، منو ببخشید. در همون لحظه قطار در ایستگاه جلوی مغازه قنادی ایستاد و دختر یکی از پرتقال‌ها رو از بغل من برداشت و از قطار پیاده شد. در اون لحظه تصور میکردم که مثل فرشته‌ها داره به سوی آسمون پر میکشه و از دید من پنهون میشه. صدای سوت بسته شدن در واگن قطار اومد و در بسته شد و تراموا راهش رو ادامه داد. باورت میشه جورج؟ اون فقط گفت میشه من 2 تا از پرتقال‌های شما رو بردارم؟ در صورتی که همه اونا مال اون بود و من فقط اونا رو جمع کرده بودم. 2 تا در جیب شلوارم موند و بقیه هم زیر صندلی‌های واگن قطار و لابلای پای مردم گم شد. مثل دزد پرتقال به دست همونجا میخکوب شده بودم و نمیدونستم با پرتقال‌هایی که مال من نیست چی کار باید بکنم. بعضی از مسافرها هنوز به من میخندیدن. دیگه یادم نمیاد چه اتفاقی افتاد. فقط همین رو یادم مونده که در توقف بعدی قطار پیاده شدم. از قطار پیاده شدم. به فکر راهی بودم تا از دست این پرتقال‌هایی که مال من نبودن خلاص بشم. فقط باید حواسم رو جمع می‌کردم تا اونا به زمین نیافتن. اما به هر حال یکی از اونا از بغلم افتاد و نمیتونستم دلاشم و اونو از روی زمین بردارم. همینطور که دنبال راه چاره‌ای بودم، زنی رو دیدم که بچه‌ش رو در کالاسکه گذاشته و از کنار مغازه ماهی فروشی رد میشه. خودم رو نزدیک کالاسکه بچه رسوندم و در عرض 2 ثانیه همه پرتقال‌ها رو توی کالاسکه کنار بچه ریختم. دلم میخواست اونجا بودی و قیافه مادر بچه رو میدیدی. به خودم جرأت دادم تا پیش از اون که اون زن حرفی به من بزنه درباره کارم توضیحی بدم. به زن گفتم دانشجوی پزشکی هستم و پرتقال ویتامین C داره و برای بچه خوبه و اون رو به عنوان هدیه از طرف من بپذیرین. مطمئن بودم که هیچ کدوم از حرفای منو باور نکرده و به نظرش من آدم پررو و ابلهی اومدم. شایدم پیش خودش تصور کرد الکل مصرف کردم و دارم هزیون میگم. اما دیگه هیچی برام مهم نبود. تنها چیزی که توی اون لحظه اهمیت داشت این بود که خودم رو به سمت بالای خیابون برسونم و دختر پرتقالی رو که یه ایستگاه قبل پیاده شده بود پیدا کنم. باید اونو پیدا میکردم و وادارش میکردم که منو ببخشه و اشتباهم رو جبران کنم. اون روز تا عصر همون حوالی پرسه زدم و بین ایستگاه آتش نشانی و درمانگاه قدیمی صلیب سرخ بالا و پایین میرفتم و هر دختری رو که میدیدم ژاکت نارنجی تنش بود قلبم به تپش میافتاد. با این حال هیچ کدوم از اونها دختری نبود که من به دنبالش بودم. بعد از چند ساعت پرسه زدن در اون خیابون فکر کردم شاید دختر مورد علاقم در یکی از خونه‌های خیابان الیزنبرگ پشت پنجره‌ای نشسته و بالا و پایین رفتن منو نگاه میکنه و پیش خودش میخنده. غرق این افکار مبهم شده بودم که در سطل زباله کنار خیابون پوست پرتقالی که به تازگی کنده شده بود چشمم رو گرفت. اونو برداشتم و بو کردم و مانند عاشقی که عطر معشوقش رو حس میکنه چشمم رو بستم تا این عطر رو در تمام جانم بنشونم و فکر کنم شاید این همون پرتقالی باشه که اون برداشته بود. ممنون که منو تا اینجا همراهی کردین. تا اپیزود بعدی فعلا.